تا سلام بچه اومدیم به ویدیو دیگه. تا حالا شما کاری کرده بچه فامیلتون کاری کرده بود که شما عصبانیشون بدن بزنینش؟ من یه بار این اتفاق برام افتاده بود، مامان باش اومدن پوستمو کندن. اون اومده بود، من داشتم کالاف بازی میکردم، هی میومد من اذیت میکرد. این دیگه چیه؟ هی میومد من اذیت میکرد، بعدن یه دونه چک و محکم زدم تو سرش، بعدن رفت به مامانش و بعدن داستان شد دیگه برای من. اگه این اتفاق برای شما هم افتاد صاحب کن. اینجا یه چیز صاحب کنی، ایشالله پدر مادرت 1000 سال رو کنه. ایشالله اگه لایک کنی یعنی پدر مادرت 100 سال، اگه کامنت